فقط یک نفر بود که تمام قامت پای ولایت وایس. فقط یک خانومی بود، 18 سالش هم بیشتر نبود، تمام قد پای ولی خدا ایستاد، هزینه کرد خودش و بچهش رو. اون کاری که حضرت زهرا کرد احدی غیر از حضرت زهرا نمیتونست بکنه. کار سلمان و ابوذر و مقداد و اینا نیست. انحراف بزرگی درست شده بود تو جامعه که شیطان همه رو از در خونه ولی خدا داشت دور میکرد. پیوند نه فقط جامعه اون زمان، پیوند تاریخ با ولی خدا رو داشت قطع میکرد. این کار سلمان نیست که بیاد جلوی این همچین انحرافی بیسته. این کار دختر پیغمبره که همه میدونن پیغمبر چه علاقه‌ای بهش داشت. ایشون باید بیاد و اومد تو میدان و مثل فردایی دیگه مأموریتش تمام شد. مثل فردای دیگه امیرالمومنین علیه السلام قریب شد دیگه. علی جان از این به بعد برو تو نخلستان ها سر به چاه بگذار. تا وقتی حضرت زهرا بود امیرالمومنین تو نخلستان نمی رفت. حضرت زهرا غم از دلش بر می داشت، ولی دیگه تنها شدی دیگه. گفت غریب و بیکس و تنها به کنج خانه بنشستم، مدینه گریه کن با من که زهرا رفته از دستم.